سوال از یک شناسی من که مسلمان نیست. او به من سوال داد که من با او جواب گردانیده نتوانستم. سوال چنین است: برای چی الله خود را نشان نمی‌دهد مثل خدایان دیگر دینها؟ شناسی من وی از خطای است. مثلا وی خصوصیت ها و قابلیت های خدای خود را می داند. برای چی خداوند سیما و چهره خود را نشان نمی دهد؟ سپاسگزارم. برادر سوال داد درباره دوست خود که او مسلمان نیست و تعجب میکند که چرا خدای مسلمانان چهرهش را نشان نمیدهد مثل دیگر دینها. آنها خدای خود را میبینند و چرا ما خدای خود را دیده نمیتوانیم، یعنی الله را طبق اسلام. گپ در سر آن است که الله در اسلام خدای حقیقی و واقعی می باشد. اگر خداوند خود را نشان دهد شما زنده نخواهید ماند. قدرت او به نهایت بزرگ است. مثال های این در سوره طه آورده شدند. وقتی که موسی علیه السلام میگوید خدایا من چهره تو را دیدن میخواهم، خداوند به او جواب میدهد من جلوی خود را با آن کوه روانه میکنم و تو به آن مینگری. موسی به سوی کوه مینگرد و خداوند نظرش را به آن نگرانید. پس از آن موسی علیه السلام بیهوش میشود. این از قدرت خداوند. آنچنان قدرت دارد که خداوند ما در آن حالی که داریم نمیتونیم آن را ببینیم. و معنای کلمه الله در قرآن سوره اخلاص از آیات‌های 1 تا 4 که در آن گفته می شود بگو الله یگانه است، خدا بی نیاز و ابدی است و تولد نکرده است و تولد نشده است و کسی با او برابر نیست. اگر شما خدای خود را با چیز مقایسه کنید آنگاه وی خدای حقیقی شده نمیتواند. از این رو اگر پیروان دینهای دیگر دعوا کنند که چیز و اشیای خدای آنهاست و آن را با خدا شریک ورزند، پس این خدای دیگر حقیقی شده نمیتواند. من فقط 4 آیات را با تفسیر کردن خداوند بزرگ یادآور شدم. هر کسی که پرستش میکند به خدایی که به همه این 4 خصلت موافقت میکند، پس ما باور داریم که این خدای حقیقی است. بگوید که خدا یگانه است، خدا بی نیاز و جاوید است و تولد نکرده است و تولد نشده است و کسی با او برابر نیست. اکنون اجازه دهید سوال دهم. با فکر شما مکافات عالی که به دست آوردن ممکن است کدام است؟ کجاست آن نفری که سوال داد؟ وای کجا رفت؟ خیز در جایت برادر. من گفتم که اینجاست. برادر مکافات عالی که به دست آوردن ممکن است کدام است؟ مکافات عالی که مسلمان میتواند به دست آورد کدام است؟ جنت. درست است. و یگان چیزی بزرگتر از جنت وجود دارد؟ نه ندارد. هستی؟ بله. کسی گفت که چیزی هست بزرگتر از جنت؟ با فکرم در یک حدیث آمده است که تو جواب بگو هست چیزی که بزرگتر از جنت؟ بله هست. پس جواب بگو. خدا را در جنت دیدن. بزرگتر از جنت این جنت الفردوس است. جنت الفردوس این جنت اعلی و بالاتر از این چهره خداوند را دیدن. ما انسان ها در حالتی که قرار داریم نمیتونیم الله را ببینیم، اما وقتی که به جنت داخل میشویم در آمد گپ نه همه قادرن روی خدا را ببینند. تنها آنهایی که در جنت الفردوس یا در جنت الاعلی در نزد پیغمبر هستند خواهند دید. الله همیشه چهره خود را نشان نمیدهد. ما همیشه کوشش میکنیم تا چهره الله را ببینیم. از این رو بلندترین پاداش و بزرگترین مقام برای مسلمان و تمام انسانیت این جنت است. این پاداشی بلند است اما نه بلندترین. سطح جنت الفردوس بلندتر است. ممکن است که چهره الله را ببینیم. از این رو بگو به دوست غیر مسلمان خود که اگر او به میارها در سوره عصر جواب باشد و عمل آوردن کارهای نیک انجام دهد و مردم را دعوت کند در راه حق و اینچنین مردم را دعوت کند به صبر، پس وی به جنت داخل خواهد ان شاء الله. وی باید احکام قرآن را رعایت کند. اگر وی احکام قرآن را رعایت کند سزاوار بلندترین جنت خواهد شد و الله را دیده میتواند. نه همه شرفی دیدن روی خدا را دارند، تنها آنهایی که سزاوار مکافات عالی در حیات آینده هستند.
امیدوارم با سوال شما جواب دادم. برادران و خواهران عزیز، دستگیری کنید، آبونه و لایک را فراموش نسازید و نواره های ما را به دیگران روانه کنید. در ایما، وایبر، واتساپ و غیره ها پدیلیت کنید. انشاءالله در ثواب شریک خواهید شد. هر کسی کاری را برای شخصی راهنمایی می کند، او نیز مثل عمل کننده اجر خواهد یافت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.